سلام، من مارال هستم. این ویدیو رو توی کارگاه هنری یاشیل آرت ضبط کردم و میخوام شما رو با خودم همراه کنم تا توی روند شکل گرفتن یه تصویرسازی کاراکتر همراه من باشید. ایده این کار از فرم انار اومده. میوه‌ای که برای من نماد زایش، تداوم، زندگی و گرمای جمعیه. به مناسبت شب یلدا سعی کردم انار رو از حالت یک عنصر صرفاً طبیعی خارج کنم و به شکل یک کاراکتر زنانه شاعرانه تصویرسازی کنم. شخصیتی که انگار از دل طبیعت، اسطوره و خیال بیرون اومده. کار رو با طراحی اولیه شروع کردم، جایی که تناسب فرم‌ها و شخصیت پردازی اهمیت زیادی داشت. بعد از نهایی شدن اسکچ سراغ رنگ‌گذاری با ماژیک‌های اکریلیک رفتم. این ابزار به من اجازه میده هم شفافیت داشته باشم و هم پوشانندگی و بتونم رنگ‌ها رو به صورت لایه‌های روی هم بنشونم. در روند رنگ‌گذاری تمرکزم روی ترکیب رنگ‌ها و ساختن گرادینت‌های نرم و طبیعی بوده. با کنترل فشار دست و زمان خشک شدن رنگ اجازه دادم رنگ‌ها توی هم حرکت کنن و حجم، عمق، لطافت فرم‌ها به تدریج شکل بگیره. این فرایند برای من فقط رنگ کردن نیست، نوع گفتگو با متریاله. برای من این تصویرسازی فقط یک کاراکتر نیست، بیانی بصری از حال و هوای شب یلداست. سکوت، صبر، ریشه ها و نوری که حتی در بلندترین شب سال هم حضور داره. امیدوارم از دیدن این فرایند لذت برده باشید و این تصویر باهاتون ارتباط برقرار کرده باشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و برای دیدن ویدیوها و تصویرسازی‌های بعدی من سابسکرایب یادتون نره.